در بحبوحه جنگ‌های داخلی زمانی که پایتخت صحنه درگیری‌های خونین میان نیروهای گلبودین حکمتیار و دولت برهان‌الدین ربانی بود، محمد قسیم فهیم رئیس استخبارات احمدشاه مسعود حامد کرزی را از خانه‌اش دست بسته به بازداشتگاه برد و شدیداً شکنجه کرد. I want to tell you something somebody told me. Please. They told me everybody is afraid of Marshal Fahim. این انتخابات مثل که شما در جریان هستید که حزب اسلامی مثل که با سایر تنظیم‌های جهادی در اختلاف است، با جمعیت اسلامی هم اختلافاتی دارد. According to him, the election between Hizb and Jamiat in northern Afghanistan is a local matter. It's a matter between Hizb and Jamiat for the removal of the differences between Hizb and Jamiat. این ماجرا را استفکل خبرنگار امریکایی در کتاب جنگ اشباح به تفصیل روایت کرده است که در ادامه این ویدیو به آن می‌پردازم. خانواده کرزی از قندهار مربوط قبیله پوپلزی می شود، همان قبیله‌ای که احمدشاه درانی از آن برخاست. عبدالاحد کرزی پدر این خانواده و پسرش حامد که در آن زمان 36 ساله بود در مقاومت علیه شوروی افراد نسبتاً مهمی بودند. حامد کرزی در دوران کودکی خود در آرامش و رفاه در حومه قندهار قبل از جنگ بزرگ شد. خانواده آنها زمین‌های حاصلخیز داشتند. طبق معیارهای محلی آنها ثروتمند بودند. حامد کرزی مرد پر انرژی، لاغر، تاز، شبیه الف، با چشمان درخشان و صدای سرزنده بود. در دهه 1980 او به عنوان هماهنگ کننده مطبوعات، لوجستیک و کمک‌های بشردوستانه برای جناح سلطنت طلب مجاهدین تحت رهبری صبغت الله مجددی کار میکرد. او به طور روان انگلیسی صحبت میکرد و با بسیاری از امریکایی‌ها ارتباط داشت. آنها و دیگر فرستادگان وزارت خارجه امریکا کرزی را به عنوان یک سلطنت طلب جذاب و معقول، سخنور زیرک و سیاستمدار باهوش می‌دیدند. میراث سلطنتی پشتون او و توانایی‌اش در تعامل با خارجی‌ها به او اجازه می‌داد تا پس از عقب نشینی شوروی در میان جناح‌های مختلف افغان و خطوط قومی میانجیگری کند. او ذاتاً دیپلمات بود، به ندرت رویارویی می‌کرد و همیشه آماده بود تا در دایره جمع شود و گفتگو کند. پروفسور استاد برهان‌الدین ربانی رئیس جمهور و سرقماندان اعلی قوای مسلح دولت اسلامی افغانستان. در سال 1993 او به عنوان معاون وزیر خارجه در دولت از هم گسیخته و تحت سلطه مسعود در کابل منصوب شد. کرزی تلاش کرد تا دولت را که درگیر جنگ‌های داخلی بود دوباره متحد کند. برای ماه‌ها او میان کابل محاصره شده و اردوگاه خصمانه گلبودین حکمتیار در چهارآسیاب در رفت آمد بود. اوایل سال 1994 رئیس امنیتی مسعود محمد فهیم گزارش دریافت کرد که حامد کرزی با سازمان اطلاعات پاکستان همکاری می‌کند. فهیم زنجیره‌ای از رویدادهای عجیب را آغاز کرد که باعث شد خانواده کرزی حمایت و اعتبار خود را به طالبان ارائه دهند. مانند همه فرماندهان مورد اعتماد مسعود، فهیم نیز تاجیک و از دره پنجشیر بود. تا سال 1994 بسیاری از پشتونهای کابل پنجشیری‌ها را نوع مافیای جنگی می‌دانستند. پنجشیری‌ها که در طول یک دهه جنگ تحت رهبری کاریزماتیک مسعود متحد شده بودند، گروهی به هم پیوسته، سخت، رازدار و دولت در درون دولت بودند. کابینه کابل از نظر ظاهری چند قومیتی باقی مانده بود، اما با عمیق‌تر شدن جنگ داخلی، قدرت وزارت‌های دفاع و اطلاعات تحت رهبری پنجشیری‌ها افزایش یافت. روابط با رهبران پشتون وخیم‌تر شد. یکی از دلایل آن جنگ ناتمام با حکمتیار بود. مسعود حکمتیار را همچنان یک دست نشانده اصلاح نشده سازمان اطلاعات پاکستان می‌دید و او و دستیارانش هرگز اطمینان نداشتند که توطئه بعدی ISI که در ظاهر توسط رهبران پشتون هدایت می شود از کجا خواهد آمد. آنها در دریای از شایعات جنگی غوطه‌ور بودند و ابزارهای قابل اعتماد برای تمایز بین حقیقت و دروغ نداشتند. فهیم بر اساس یک گزارش اطلاعاتی که می گفت کرزی در حال توطئه علیه دولت است، ماموران خود را به خانه کرزی در کابل فرستاد.
آنها معاون وزیر خارجه را دستگیر کرده و به یک مرکز بازجویی در مرکز شهر نزدیک کاخ ریاست جمهوری بردند. چندین ساعت ماموران اطلاعاتی فهیم روی کرزی کار کردند و او را به همکاری با پاکستان متهم کردند. کرزی هیچگاه به طور مستقیم درباره آنچه در بازداشتگاه بر او گذشت سخن نگفت، اما چند نفر که بعداً با او ملاقات داشتند گفتند که او مورد ضرب و شتم قرار گرفته و صورتش خون‌آلود و کبود شده بود. برخی روایت‌ها حتی که از آن است که محمد فهیم شخصاً در جریان بازجویی حضور داشته است. این اما مشخص نیست که احمد شاه مسعود از این بازداشت اطلاع داشته یا آن را تایید کرده بود. بازجویی کرزی با حادثه غیر منتظره پایان یافت. یکی از راکت‌های حکمتیار که به طور معمول به سمت مرکز کابل شلیک می‌شد، دقیقاً به همان ساختمان اطلاعاتی برخورد کرد که کرزی در آن نگه داشته می‌شد. در هرج مرج ناشی از انفجار کرزی از ساختمان گریخت و در خیابان‌های کابل سرگردان شد. او به ایستگاه بس رفت و بدون جلب توجه سوار یک بس به مقصد جلال آباد شد. در آنجا دوست از سازمان ملل کرزی را در جاده شناخت. صورت نجیب زادگیش کبود و زخمی شده بود و او را به خانه یک از بستگانش برد. روز بعد حامد کرزی از گذرگاه خیبر عبور کرد و به تبعید در پاکستان رفت. او تا بیش از 7 سال بعد به کابل باز نگشت. کرزی در بهار 1994 به پدرش در کویته پیوست. در عرض چند ماه او درباره ظهور طالبان شنید. او بسیاری از رهبران طالبان را از روزهای جهاد علیه شوروی میشناخت. او بعدها توضیح داد آنها دوستان من بودند. آنها آدمهای خوبی بودند. طالبان همچنین ابزار برای به چالش کشیدن دولتی بود که ماموران آن او را تا سرحد تبعید مورد ضرب و شتم قرار داده بودند. کرزی که با معیارهای غربی ثروتمند محسوب نمیشد، $50,000 از پول خود را به طالبان داد و یک انبار بزرگ سلاح را نیز در اختیار آنها گذاشت. او همچنین طالبان را بر رهبران برجسته پشتون معرفی کرد. به طور جداگانه طالبان با عبدالحق و بسیاری از دورانی‌هایی که روابط نزدیک با شایعه تبعیدی افغانستان ظاهر شده داشتند